بچهای خوش رو کدام زن داره خوب گوش کنه. من میدونم بین شما هست کسایی که 1 ساله 2 ساله نرفته پیش عروسوش. شبها حضرت در کوچه های مدینه میگشتن، محافظ نداشتن، تلخ نداشتن مثل حاکمای امروز بارین. اونا عادل که بودن، عدالت داشتن، از کسی هراس نداشتن غیر از خدا. امروز که اینها عدالت ندارن، ظالمن، بنابراین به 50 100 تلخ نمیگردن. حضرت دستشان دیرشان بود، کوچه ها شب ساعت 1-2 شب بود میگشت، نزد یک دیوار رفت، از داخل خانه صدای یک خانم بلند شد. حضرت حیران شدن در این دل شب این خانم چی میگفته باشه. در و حضرت میدونن که با اکثر مردها در جبهه بودن برای جهاد، برای خاطر همین پاسبانی میکرد حضرت امیرالمومنین عمر. رفتن نزد دریچه خانه، گوش انداختن که صدای بیت خانی یک زن بلند شد. این بیت میخوان، سرود میخوان. فقط خوشنامه نداشته ایده، ایالی به خوشنامه بودن. مضمون بیت عربی است، تو 4 مصرع فارسیش ترجمه همین است. او خانم میگفت، به خودش گناه کرده که خدایا اگر خوف تو نمی بود، اگر ترس روز قیامت نمی بود، اگر عذاب دهشتناک دوزخ نمی بود، این شب من هم مثل دیگر خانم های شوهردار در این بالای کراوات منم جنبیده می استاد. این یک جرم می‌آوردم، منم راحت و معیشت میکردم. حضرت عمر وقتی که شنیده آب دیدشان جاری شد، رفت، گریهش آمد. رفتن نماز بامداد با گریه خواندن. گفتن عمر چی جبر کردی در این زنهای مسلمان با روان کردن شوهراشان به جبهه و به خط فرانت؟ نماز خواندن، رفتن خانه. رسول خدا حضرت حفصه مادرمان دختری حضرت عمر است، پیش دخترشان رفتن. مثل حاکمای امروزه فرمان ندادن گیره حفصه رو پیش من بیاره، خودشان خیستن رفتن نزد دخترشان. در آمدن سلام کردن، نشستن، گفتن جان من حفصه، گفتن تو همسر هستی، تو مادر هستی، تو زن هستی، تو خانم هستی، تو به من راست گو، تو مادری همین مؤمنه هستی. به من گو که همین زن از جدایی شوهر تا چند وقت طاقت میتواند کرده، آخران این مهلت شگو. حضرت حفصه مادر من گفتن یا امیرالمومنین پدر بزرگوار، 4 ماه زن میتونه خوشه به شوهر نگه داره، این زنهای شوهردار. بعد از 4 ماه که گذشت، ماه 5 و 6 به طاقت میشه، احتمال است این که برای خطا رو و خیانت کند، زیرا دیگه خوش کنترل کرده نمیتواند. خلاصه عقلش دیگر نمیتواند که پیش راه شهوت و نفس گیرد، احتمال است خیانت کند. 4 ماه فهمیده زندارا غمی زنات نکو خورید. حضرت آمدن فرمان برآوردن تمامی سردارای لشکر که کسانی که در خطای فرانت هستند همسر در خانه داشته باشند، از 4 ماه زاید اونها رو منع نکنید. 4 ماه کشید گردانده به وطن روان کنید، جاشان قوه های نو برید، برای خاطری که زنهای مسلمان به شوهراشان خیانت نکنند و بیکار نشان. بنابر کدام همسر داره شوهرای عزیز، همسراتان فراموش نکنید. لااقل شما در 10 ماهگی روید که همین 2 ماه پیش او دستت خرسند شود و با بیایید. اما 2 سال و 3 سال و 5 سال و یک خیل ناجوان مرد پیش من، یک بچه، یک خانم به پسرچی دویم میخواندگیش خطی رفت. والله قسم حانسی های گفت حضرت ایشان من این بچه مست، من شوهر کردم. گفت 40 روز 45 روز شوهرم قطیم استاد، همون رفتگی الان تا حاضر نامده است، بچهش دویم میخوانه نامده است. من این خیلی ناجوان مردم هستن. حیف جوان مرده که خود در اینجا راحت کند و همسر رو در اونجا عذاب روحی کشد. اگر رفتون نمیتونی جوان مردی کردن، نمیتونی همسری کردن، نمیتونی او رو تأمین کردن، مردانه طلاقش کن. یک طلاق او بیچاره کل معلقه در بین آسمان و زمین نگردن. اگر خواهی باز که رفتی میتونی با گشتگیریش یا طلاقی کردی، 3 ماه پسای 3 سال پسای اگر زنی با وفا باشد برات استاد. لیکن که نخواستی او عده‌اش برات شوهر کند ده، مگر او در دام تو چسبیدگی است تو اینجا راحت کنی و اونجا عذاب کشد.
خدا قرآن برای ما این نهی میکند ولا تذروها کالمعلقه، زنها تان بین آسمان و زمین معلق نگاه نداره، نه زنشان میکنه که او راحت کند، نه سرشان میتید که او جدا شود و شوهر کند. مسلمان نباید این کار کنه. انشاءالله گمان دارم در بین شما این تو مردهای و این تو جوانهای بیناموس نبودگی است. همه شما انشاءالله جوانهای بغیرت و بناموس، زیرا که زن شیشه ناموس هر مرد است. هیچ مرد نمیخواد که همسرش ناراحت شود و همسرش خیانت پیشه شود و به خودش و به فرزنداش خیانت کنه. خواهش میکنم عزیزان من نصیحت من فراموش نکنه، همسراتان با صدای تلفنتان با مهربانی و نوازش همیشه پرسیده